دوستان عزیز، میشه نژاد شال 2 قل بره زایده. بره هم هر کدوم بالای 6 کیلو وزنشونه. نه ژن همو داره، نه هترو، نه از این چرت پرتایی که بعضیا برای گول زدن مردم استفاده میکنن. میشه نژاد شال برس بهش، بریز بخوره، چرای خوب داشته باش. 2 قل 3 قل بره میاره. بره هاشم شیرمست. روزانه هم 2,5 کیلو تا 3 کیلو هم شیر میده. 2,5 کیلو هم دیگه رو دست میده. رول حرفای این بلاگرای مجازی ها نخورید. پول هنگوف به این چیزای همو هترو ندید. میشه افشاری خودش وزنش کلا 35-40 کیلوه، اونم میگه 4 قل میزاد. بابا این این حرفا رو نخورید. میشه که 2 قل میزاد 3 قل میزاد بالای 70 کیلو باید وزنش باشه. پره میبینی زایده هر کدوم 250-300 گرم. نه، بره زاید هر کدوم بالای 5 کیلو 6 کیلو وزنشون بود، اون حسابه. نکن.